بچه ها خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی ما وسایل سنگیمون رو ساختیم، قراره تو این قسمت خونه رو اوکی کنیم. دقیقا اینجا. خب اینطوری من داشتم یه کوچولو یکم تو مپ بازی کردم، گوسفند پیدا کردم و تخت رو ساختم. این تخت. خب حالا خونه رو میسازیم توی این پورت و قراره توی این پورت باید سریع تورچم بسازم به خاطر خونه و بچه تا اینجا هر جا خونه توی این پورت تا هر جا خونه رو تونستم میسازم. پورت بعد دیگه میره برا دیگه بقیهش احتمالا نتونم توی این پورت بسازم. بچه اینجا تا اینجا نصف خونه رو تکمیل کردیم. توی این قسمت تورچشون نمیتونم یه سری چیزاشو بسازم. توی قسمت بعدی قراره بریم احتمالا دنبال آیرون بگردیم، ببینیم آیرون میتونیم پیدا کنیم. من سریع برم اینجا چوب بیارم، لازم دارم. خب از این از چوب. خب بچه حالا اینجا چوب رو تبدیل میکنیم، فقط دوتاشو نیاز داریم. خب کرافتینگ رو میذاریم اینجا رو باید بریم زیر زمین. وقت ندارم یا بچه نمیتونم ویدیو الان دیگه تمام میشه فکر کنم، نمیتونیم بقیه کارا رو تو این پارت کنیم. بچه ها میگم بچه ها حتما لایک کنین، ساب کنین، ما رو حمایت کنین. یکم بکوبید. از ویدیو قبلی حمایت نشد، لطفا از این ویدیو حمایت کنید تا ما زودتر بتونیم برای شما ویدیوها رو بهتر کنیم. اگه دوست داشتین از کالاف براتون ویدیو بگیرم حتما ویدیو رو لایک کنین، ساب کنین. خب اینجا تا اینجا یه دونه تورچ میذارم خونه.